از دختر زهرا بشنو. آهای به سلیقه اهل وطن. اینه میره برای شما یک شعر بخونم. با چون که اندر کابدای نبدید و شورو راست تا خزرت دور کردم. آخ سارزی محمل کرد و به رون خلقو را دیوانه کرد. آخ نالت یالم عجب این اوپوتو بی زینب این دیگه این سوختگان بازاری حسینی ای آتخانه کوی حسینی. آخ رو بشتاد دیلا لیمن نشد و سیرد تمام اون خطر گشت دیلا لدخاله غیرانه کرد. عجب آفتابی داره زینب، عجب آفتابی رقابداری داره زینب. نالت یال العجب این آفتابی زینب یا حسین ناجینی را من بینی سهانه کرد. کجا که نیستری نیست منزل شاهانه ولی منزل حسین. زینب سلام کنه برادر، دیگر موت فرق نداره. هر دو اولاد زهرایی، هر دو از شیره جان زهرا پرورش یافته‌ایم، هر دو به دامان علی مرتضی تربیت شده‌ایم، هر دو ضراری رسول خدا و نور چشمان پیغمبر خداییم. هر دو سفر عشق داریم. فکر کن عشق داریم، عشق حسین و عشق زینب. هر دو سفر عشق داریم. هر دو از یک شمعونه سوزی مولر بدنیست. آخ فرقشین از حق سورا شمعو منو پروانه کرد. فرقشین از حق سورا شمعو منو پروانه کرد. یک کاری حکمتی کنه زینب، یعنی یک کاری که از روی علم و حکمت، از روی حکمت شیرینی زینب یک کاری کنه. میخواد که خود را از مردن، از هلاک شدن، از قالی شدن نجات بده از دختری زهرا. چطور نجات میده آقا؟ بعد شرح میدم، توی نمیجا آماده باشه. همه را نمیخوانم تا این که آقایون طرف ما خوب نگاه نکنی. یعنی خوب باش که طرف ما نگاه کنی. زینب چی کار میکنه؟ یک مراتب از سر نازنین را پس میبرد. این روی زینب چی اونو صحبه محمله بگرد آخدش تو از خود به خودو بر تاب محمل زد سرم کردو پرخون گدو نیرا که زهرا شانه کرد. کردو پرخون گدو نیرا که زهرا شانه کرد. اینه من که اشکال وارد میشه، اینه من که ایران وارد میکنه مردم. چرا زینب خود به خود سری خود را به چون محمل کرد؟ دشمنان اسلام ایراد میکنه. جوابش این دراما زینب کاری کرد که از فلسفه و حکمت، از حکمت اشراق، از وقایع صحی، از علم طب زینب همینجا بهره داشت، کار گرفت. چون نگه غصه که در دل انسان زیاد وارد شد انسان را مریض میکنه، اختلاط خون پیدا میکنه، خون فاسد میشه. خون که در بدن انسان فاسد شد اون وقت انسان را مریض و علیل میسازه. زینب دید که اگر مریض شوم یتیمان حسین اگر من مریض شوم در مسجد ابن زیاد در زینب کی میگیره؟ در خرابه شام رو که یکی تسلا میگیره. چیکار کرد؟ اینمی از خود اثر مبارک از ستاری خود خون کم کرد، سر رو به صوبه محمل زد تا خونهایی که متفاقی شده
یک چیز دیگر میگه. اما وقت که صدای قرآن حسین شده دید که پیشانی حسین زخم تازه سر خود را و شعبه محمل برابر باشه برابر یک برابری و خواهری دوره که خون تازه از پیشانی حسین بریزه ولی زینب پیشانی از سلامت قربان دل زینب. همین وقت حسین نگاهی به سوی خواهر میکنه، اشاره میکنه خواهر صبر، خواهر سر خود را به جوبه محمل مزن، خواهر به حوصلگی نکن راه شام زیاده. باز آتش به دل زینب میاد. همین آتش دل زینب به شما بسیار میخواد. چطور آتش؟ گفتای سریع پرخون که روید آب و تاز خواهرت سرمانو که نیزا چشما نبازم خواهرت برادر خوب که سر نیزا شما خاموش نمیکنی در پشت ناقت و نظر به سوی ما داری. در مجلس یزید و مجلس عبیدالله زیاد هم شاید ما غفران. اما برادر از یک سوال میکنم که بیشتر از یک شب تو میهمان کوفیان نبودی، میهمان یک شب ارزای باشه قدر داره. قدر تو در یک شب چطور کم شد که در همین یک شب تو را عزت ندادن؟ چی دید آخر این خواهر به صورت برادر چی دید آقایان که اینطور ناله میکنه؟ فداخده تو از یک شب نبود دیم هوانی کوفیان پس چرا این صورت پرخاک و پرخاکستر پس چرا این صورت پرخاک و پرخاکستر دوباره که زینب را کسی حق نداره دیگه سرش بره نبود. اما شاعرهایی که در کتابها شعرهایشان نوشته اونها چرا میگن؟ اونها چرا میگه که زینب چادر نداره؟ از زبان حال خود دختر زهرا میخونه که زینب گفت برادر چادری نداره. چرا میگه؟ از رای همین میگه حق زینب نبود که نقاب از صورتش برداشته شود. حق زینب نبود که چادر شاهنشاهی، چادر ملیکگی از سرش برداشته شود. حق زینب این بود که پشت پرده باشه. اینجا که میگوید از این را شاید بگوید یعنی زینب اون روز چادر شاهنشاهی نداشت، لحاظا تعبیر به سر برهنگی میکنه زینب. اینمی از زبان حال خودم میبینی. چون من حال ندارم، خسته شدم. باور کنین در حدود 35 یا 34 منبره که ما خدمت عزاداران حسین ده. لازم معذرت میخوام اینمی کلمه را گوش. گفت سر برهنه بازو بد تنه بازاروها و برادر خود در دیدن میکنه بسر برادر گفت کس نمیگوید که زینب دختری پیغمبر کس نمیگوید که زن دختری پیغمبر و این حال اشباه و غصه ها زینب را وارد مجلس عبیدالله زیاد. مجلس هم چه مجلس که نشستگانش همه حرامزاده و ولد زنا، همه خدا ناشنا، همه تابع یزید شرابخوان، همه از خونخواران کوفه و ملاعنینی که از غلامان و تابعان عبیدالله زیاد. مجلسی که یک طرف شراب، مجلسی که یک طرف ساز و نقاره. حالا آقایان از شما سوال کنم، زینب وارد شدنش به همین مجلس رای خدا در چنین مجلس وارد شدن زینب از این تاس بود؟ خود بکنیم چرا بودیم؟ از کی کلک کنیم؟ به کی خطاب کنیم؟ مگر به شما داغ دیدگانی که از شیعیان حسین، به شما کسانی که دل شما از غم زینب داغ داره، مگر به شما بگویم
زینب که وارد مجلس میاد میشود چه حال دارم؟ آیا کسی در راهش حرکت میکنه؟ نه، به خدا حرکت نکنه. کسی زینب را جای میده احترام میکنه؟ نه. زینب به چه علامت در مجلس میاد در بین 64 زن شناخته میشه؟ یعنی علامت تصور گفتها